به تماشای برنامه فریادهای زیرزمینی خوش آمدید. در اوایل انقلاب گفتن موسیقی قدغنه، ملتی که با شعر حافظ و مولانا و فردوسی چشم باز کرده بود و با اونها بزرگ شده بود باید نوای خوش موسیقی رو هم گوش نمی کرد. اما ملت ایران در مقابل این قدغن و قدغنها ایستادگی کردند. در اوایل انقلاب شاعر گفت کلیدساز فقیری به حکم حاکم شهر به پای جوخه اعدام جان خود را باخت. سوال کردم و گفتند جرم او این بود که سنگ در ره احکام شهر می انداخت. در این زمانه که ممنوع گشت موسیقی کنار دکه نشسته کلید صلح می ساخت. شعر طنزه، اما واقعیت این که گفتن موسیقی قدغن. اما ملت ایران و به خصوص جوانان چه در داخل ایران چه در خارج از ایران موسیقی رو به خانه ها آوردن. در خارج از ایران گروه هایی که به خاطر مشکلاتی که در داخل مملکت داشتن به خارج از مملکت کوچ کرده بودن همه روزه آهنگ ها و نواهای خوش رو به گوش داخل ایران رساندن و در داخل ایران در زیر زمین ها موسیقی را حفظ کردند. با وجود اینکه همه چیز قدغن بود، در بسیاری از خونه ها سازها، به خصوص سازهای ایرانی، کمانچه و ستار و بسیاری از سازها وجود داشت و جوانها تمرین میکردند تا اینکه بالاخره دیدن نمیشه کاری کرد و صدای جوانها رو یواش یواش از داخل ایران شنیدیم. گفتن که نباید خانم ها آواز بخوانند. خانم ها در خانه هاشون صدای زیباشون رها کردن و خوشبختانه در زمانه زندگی میکنیم که دنیا دهکده کوچکی شده و میشه صدا رو به گوشه و کنار دنیا رساند. اجازه بدید با همدیگه برنامه رو شروع بکنیم با یک آهنگ از داخل میهن عزیزمون. ببینید که چگونه صدا رو به گوش ما میرسونن. چشمای تو مثل شبای پرستاره است، هنوزم دیدن تو برام مثل عمر دوباره است. هنوزم وقتی میخندی دلم از شادی میلرزه، هنوزم با تو نشستن به همه دنیا میارزه. اما افسوس تو رو خواستن دیگه دیره، اما افسوس با نخواستن دلم آروم نمیگیره، اما افسوس تو رو خواستن دیگه دیره، اما افسوس با نخواستن دلم آروم نمیگیره. تا گلی از سر ایوون تو پژمرد و فروری، شبنمی غم زده از گوشه چشمان من آویخت. تا گلی از سر ایوون تو پژمرد و فروری، شبنمی غم زده از گوشه چشمان من آویخت. دوری بین من و تو، دوری ماهی و دریاست، دوری بین من و تو، دوری ماه و تماشاست. اما
در مدارس، در کلاس‌های درسی، کلاس موسیقی جزوی از برنامه درسی نیست. اما این دلیل بر این نمیشه که بچه‌های ایران و دخترهای ایران از موسیقی غافل بمونن و حتی در اینجا میبینیم که موسیقی رو خودشون به کلاس درس برگردوندند. ورق جوهری با اشکای خوش، نقاشی هم اشکالی گنگو، افکارم شده خربایی خوش. وقتی میگه انسان کمه بر سر یه چقدر سوگن خره، برگی نشسته یک ماه بعدش طوری ازش خوبه چشماش تره. میرم تازه رسالت کردم خط به خط توی کاغذ غرقم شب به شب توی عالمی پرتم جوون هم ساعت برگرد توی اتاق تاریک و تاریشم باری و نگاه به تاریک ثانی رو به یاد نداره و ثانیه بار منتظر شادیم تو ثانیه ها. تبدیم روی میخه دیواری فقط یه نور کوچولو ته زیر سیگاری داره میسوزونه میفهمونه شب سیاهی ما پای هم تا صبح بیداری. ساعت برگرد ساعت برگرد ساعت برگرد. کاش که این دیوار خراب شه من و تو با هم بمیریم توی یک دنیای دیگه دستای همون بگیریم. شاید اونجا توی دلها درد بیزاری نباشه میونه پنجره هاشون دیگه دیواری نباشه. گروهی به نام دوی در داخل ایران که همه اکثرا پسر هستند، اما در پشت صحنه خانم ها کمکشون میکنن، آهنگ های زیبایی رو میخونن. ببینید، مردمی که 8 سال در جنگ بودن، مردمی که از جنگ مصیبت بسیار دیدن، از جنگی که نمیخوام در موردش زیاد صحبت بکنم اما بی خود و بی جهت کش داده شد و 8 سال طول کشید، آسیب بسیار به جوانها زده. با هم نگاه میکنیم به ترانه‌ای که گروه دوی راجع به جنگ میخونن. خاکسترا دریای خون زیر پا، کی میتونه که بگه اینجا روزی شهر من بود. لب بی جون پسر، شعر پرخون پدر، آویز زنهای شهر، او که با باروت و درد، کی میتونه که بگه اینجا روزی شهر من بود. شهر
قدر کاملش فال مرگ پیداشه. تال نحسین بود، فصل تاراج زمین بود. همیشه هنرمندان به مسائل و مشکلات و دردهای جامعه پرداختند. امیر عظیمی یکی دیگر از آنها هستش که در مورد مسائل اجتماعی ایران ویدیو کلیپی درست کرده، در مورد مشکلات زن و در مورد مشکلات کودکان. زندگی یک چمدان است که می آوریش، بار و بندیل سبک می کنی و می بریش. خودکشی مرگ قشنگی که به آن دل بستم، دست کم هر دو سه شب زیر به فکرش هستم. گاه بیگاه پر از پنجره های خطرم، به سرم میزند این مرتبه حتمم بپرم. چمدان دست تو و ترس به چشمان من است، این غم انگیزترین حالت غمگین شدنم. بی تو من با بدن لخت خیابان چه کنم، با غم انگیزترین حالت تهران چه کنم. بی تو پتیاره پاییز مرا می شکند، این شب وسوسه انگیز مرا می شکند. بی تو من با بدن لخت خیابان چه کنم، با غم انگیزترین حالت تهران چه کنم. بی تو پتیاره پاییز مرا می شکند، این شب وسوسه انگیز مرا می شکند. قبل رفتن دو سه خط فوش بده داد بکش، هی تکانم بده نفرین کن و فریاد بکش. قبل رفتم بگذار از ته دل آشبم، طوری از ریشه بکش اره که کوتاه شوم. مثل سیگار خطرناک ترین دودم باش، شعله آغوش کنم حضرت نمرودم باش. هر پسر بچه که راهش به خیابان تو خورد، یک شب مرد شد و یک که به میدان زد و مرد. من تو را دیدم و آرام به خاک افتادم، و از آن روز که در بند تو هم آزادم. چای داغی که دلم بود به دستت دادم، آنقدر سرد شدم از دهنت افتادم. میپرم دلها رو کافیست، خدایا تو ببخش. خودکشی دست خودم نیست، خدایا تو ببخش. بی تو من با بدن لخت خیابان چه کنم، با غم انگیزترین حالت تهران چه کنم. بی تو پتیاره پاییز مرا می شکند، این شب وسوسه انگیز مرا می شکند. بی تو من با بدن لخت خیابان چه کنم، با غم انگیزترین حالت تهران چه کنم. بی تو پتیاره پاییز مرا می شکند، این شب وسوسه انگیز مرا می شکند.
میشه به جوانها فشار آورد که لباسی رو تنشون کنن که حکومت میخواد، مهمانی نگیرن، دختر و پسر با هم نباشن، احتمالاً شلاق نوش جان کنن به خاطر یک تفریح ساده. اما موسیقی رو نمیشه از جوانها گرفت. موسیقی غذای روحه، همونطور که غذا رو نمیشه از انسان گرفت و انسان با غذا زندگی میکنه، انسان احتیاج به غذای روح هم داره. اجازه بدید با هم نگاه بکنیم به یک کار تازه، یک ابتکار. در ضمن اینکه یک موسیقی است، یک کاری هم میکنن که کسانی که گوشهاشون درست نمیشنوه و نمیتونن صحبت بکنن، همون با اون اشاره ویژه‌شون بتونن موسیقی رو هم بفهمن. با هم نگاه میکنیم به این ابتکار جالب جوانها. خوابی نبیدار، لحظه هات مثل کابوس، ظلم میزنی به ساعت، شماره های معکوس، تو راهی و به مقصد نمیرسی هرگز، شبیه یه عشا حبسی پشت ممیز، آخرین نفره صف اقبالی و خسته که مدام میخوری باز به در بسته، گم و گور شدی سر تا سر تردید، یه کسی تو رو از خودت دزدید، بذار این آدما ببینن که تو زنده موندی، دیگه پاشو از خواب که خیلی وقت سوزوندی. خسته افتاده از نفس، دنبال یه چاره‌ای که خلاص شی از قفس، واسه هر دری که قفله به کلیدی هست انگار، جز این بود به جای اون میذاشتن یه دیوار، به هوای یه پناه پشت تنهایی خزیدی، ولی ای کاش بدونی به آخر نرسیدی، گم و گور شدی سر تا سر تردید، یه کسی تو رو از خودت دزدید، بذار این آدما ببینن که تو زنده موندی، دیگه پاشو از خواب که خیلی وقت سوزوندی. پاشو از خواب که خیلی وقت سوزوندی. برنامه فریادهای زیرزمینی فقط فریاد مردم داخل کشور نیست. بسیاری از جوانها، بسیاری از موسیقیدانها، بسیاری از نویسندگان و شاعرها
در خارج از کشور نیز فریادشون رو به گوش جهانیان میرسونن. اما نگاه این برنامه بیشتر به موسیقی داخل کشوره، چه موسیقی داخل کشور چه موسیقی خارج از کشور. همه جایی که جوانها دلشون میخواد فریاد بزنن، دلشون میخواد صدای آزادی خواهیشون رو به گوش جهانیان برسونن. بنابراین با ما باشید، برای ما بفرستین آنچه را که جوانها انجام میدن و ما سعی میکنیم و میخوایم که این کار رو بکنیم که جایزه ویژه‌ای داشته باشیم برای کسانی که این ویدیو موزیکای زیبا رو درست میکنن و صدای فریادشون رو به گوش جهانیان میرسونن. با ما باشید، ما با شما هستیم و فریاد شما رو به گوش جهانیان میرسونیم. به پایان برنامه امشب فریادهای زیرزمینی رسیدیم. تا هفته آینده و فریادهای دیگر، بدرود. یه حساب پاک، یه مرد با تقوا، یه آدم ناب، یه ریش سفید، کفشای براق و چلوار گشاد. اسمش آقای پسته، یه مرد نمونه است توی شهر ما، مثلش خیلی هست. روز قشنگ تو خونه نشسته رو کوسن نرم، خانوم خونه واسه آقا آش میکنه گرم، ولی از فکر قدیما که نمیشه گذشت وقتی آقای پس دلشو شکست. مادرش گفت زندگی تو بچسب، یه سیلی که اشکال نداره، همینه که هست. سر ارشد یکم عقب مونده است، ولی با این حال مدیر کارخونه است. خیابونا رو دور میزنه با کمی ترس، دنبال عشق میگرده توی ولیه. خیابونا رو دور میزنه با کمی ترس، دنبال عشق میگرده توی ولیه. اسمش آقای پسته، یه مرد نمونه توی شهر ما، مثلش فراوونه.